در اون سالها دوستانی بودند که با هم زندگی کردیم، نه برانداز بودیم، نه فتنه‌گر بودیم، حرفی میزدیم و البته نه مثل حرفهای بسیاری مانند شما، شاید حرفهای متفاوت، و برای اونچه که بهش اعتقاد داشتیم تلاش کردیم در راه افکارمون، نه دست به اسلحه بردیم، نه به کسی آزاری رسوندیم. بعضی جاها شاید از قانون هم گذر کردیم که اشتباه کردیم، همونطوری که خیلی ها از تیغ دولبه قانون استفاده کردن تا حد اکثر سرکوب رو برمتن. شریعت اعظمی